مجاهدین دلیر، مشایخ عظام، علماء کرام و مردم شریف و نجیب ولایت باستانی هرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال قربانی ها، تکالیف و زحمات شما مردم غیور و مجاهد فرور را قبول بفرماید. در قدم نخست این فتح و فیروزی بزرگ را برای یکایکتان از صمیم قلب تبریک می گویم و برای برادرانی که در راه جهاد و مبارزه علیه اشغال به شهادت رسیده اند از بارگاه خدای متعال جنت الفردوس و برای بازماندگانشان صبر جمیل و نعم البدل استدعا دارم. جاه دارد که شکر خدا را بجا آوریم که او متعال قربانی های همه ما به فضل خود و به مرحمت خود قبول نموده و برای من و شما استقلال و آزادی را نصیب نمود. برادران عزیز، مسئولیت هایی که متوجه هر یک شما است، یقین دارم شما با کمال تلاش و تقبل زحمات بدون احساس خستگی انجام می دهید که بر آن مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان می بالد و از خداوند متعال برایتان قبولیت همه مساعی و قربانی ها را خواهان است.